سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب سایت جدیدی براتون آوردیم که ترون ماین میکنه و با ورود شما به سایت ثبت نامی که انجام میدین در واقع بهتون اون سرعت هش بهتون میده که حالا براتون روزانه ماین میکنه که میتونید هم داخلش سپرده گذاریتون رو انجام بدین. سایت معتبره، کانال داره، گروه داره که اونم لینکش رو براتون قرار میدم و از این قسمت هم میتونید گروه و کانالش رو بردارید. روش کلیک کنید آیدیش براتون بالا میاد که میبینید که داخل گروهش دارن حالا واریزیاشون رو میذارن، کسایی که برداشت کردن و سایت اوکی هستش. و اینکه حالا دوست داشتید هم میتونید داخلش سپرده گذاری انجام بدین. حالا من وارد سایت میشم و بهتون توضیح میدم. نحوه ثبت نامش رو حالا بهتون یه توضیح میدم و حالا چون خودم قبلا ثبت نام کردم بعد وارد حالا صفحه خودم میشم و بهتون حالا توضیحات رو میدم. برای ثبت نام کردن روی گزینه ثبت نام کلیک میکنید. این صفحه براتون باز میشه. نام رو حالا یه اسمی به لاتین باید وارد کنید و ایمیلتون رو وارد میکنید. اینجا نام کاربری و رمز عبور و تکرار رمز عبور و این گزینه بعد رو کلیک میکنید و یه صفحه دیگه براتون باز میشه و اونجا یه کد میخواد ازتون، کدی که حالا برای ایمیلتون میفرسته. باید وارد جیمیلتون بشین و از اونجا کد 6 رقمی رو بردارید و وارد حالا اون قسمتی که کد رو میخواد باید وارد کنید و ثبتتون رو انجام بدین و سایت براتون حالا یعنی ثبت نامتون در واقع انجام میشه. حالا من وارد پنل کاربری خودم میشم و اونجا بهتون توضیحات دیگه ای رو میدم. خب در واقع من وارد سایت شدم و حالا وارد حسابی که ثبت نام کردم شدم. همونطور که میبینید وقتی که ثبت نام میکنید 10 تا حالا هش بهتون سرعت میده و روزانه براتون 9 تمام ترون استخراج میکنه که حداقل برداشت توی این سایت 2 ترون هستش. یعنی بعد از تقریبا 2 روز میتونید برداشتتون رو انجام بدین و حتی میتونید حالا سپرده گذاری کنید. سایت اوکی هستش، میتونید سپرده گذاری کنید و به ازای حالا هر ترون یک هش بهتون میده که حالا اونم بهتون توضیح میدم. برای حالا خرید یعنی سپرده گذاری از این قسمت یعنی در واقع باید کلیک کنید. این صفحه براتون باز میشه. مقداری که میخواید سپرده گذاری کنید مثلا 50 ترون رو که حالا خریداری کنید روزی 4.5 ترون بهتون یعنی براتون ماین میکنه که بازده کلش 135 ترون هستش. حالا دوره 30 روزه هستش. حالا شما تقریبا 20 روز روش حساب کنید چون تازه اومده و در واقع سرعتش حالا اوکی هستش. یعنی روزانه تقریبا 9% برای شما ماین میکنه. و برای برداشتش هم حالا بهتون توضیح بدم. برای برداشتش حالا باید کنار کشیدن رو کلیک کنید. این صفحه براتون باز میشه. حالا حداقل برداشتش 2 ترون هستش. 2% هم حالا کارمزد برداشتش هستش. مبلغ برداشت رو بعد از اینکه حالا به حداقل رسیدین اینجا وارد میکنید و اینجا هم آدرس کیف پول رو وارد میکنید و این گزینه رو میزنید. برداشتتون انجام میشه. حالا و اینکه میتونید رفرال گیریتون هم انجام بدین داخل سایت. گزینه معرف رو میزنید و اینجا یه پاداش هم برای رفرال گیری داره که تقریبا 20 نفر رو که دعوت کنید 20 تا حالا هش بهتون میده به ازای حالا هر نفر یک دونه هش تقریبا بهتون میده که اینم فرصت خوبی هستش. میتونید از اینم استفاده کنید و سرعت ماینتون رو ببرید بالا. این هم گروهش هستش که حالا افرادی که دارن اینجا فعالیت میکنن داخل سایت اینجا برداشتیاشون رو ساعتش مشخصه، تاریخش مشخصه، برداشتیاشون رو دارن میذارن. در واقع افرادی که برداشت زدن 10 ترون 30 ترون دیدیم و افرادی که حالا سپرده گذاری میکنن اینجا حالا برداشتیاشون رو میذارن و پشتیبان هم در واقع داره. این آیدی پشتیبانش هستش، مدیر گروه. همونطور که میبینید این آیدی حالا پشتیبانش هستش. مشکلی چیزی بود حالا میتونید از خودش هم بپرسید. بازم حالا ما در خدمتتون هستیم. لینک حالا گروه و لینک ثبت نام رو براتون میذارم. ثبت نامتون رو انجام بدین و انشالله که موفق باشید.